یه زمانی تو خونه خیلی از ایرانی‌ها یه وسیله مشترک وجود داشت. تلویزیونی قهوه‌ای رنگ، سنگین، با دکمه‌ای که با هر چرخیدن یه تقه می‌خورد و کانال عوض می‌کرد. کنار اون تلویزیون‌ها رادیوهای بزرگ رومیزی، ضبط صوت‌های پارس و آنتن‌هایی که روی پشت بوم‌ها می‌چرخیدن. پشت خیلی از این خاطرات یه نام مشترک وجود داشت: پارس الکتریک، برندی که فقط یه کارخونه نبود، بخشی از زندگی روزمره مردم ایران قدیم بود. قصه پارس الکتریک از اسفند 1341 شروع شد، زمانی که تلویزیون هنوز کالای لوکس بود و بیشتر تو ویترین مغازه‌ها و خونه ثروتمندا دیده میشد. در همین دوران شرکت پارس الکتریک با سرمایه تنها 5 میلیون ریال به ثبت رسید. سرمایه‌ای که قرار بود ایران رو وارد دوره جدیدی از تکنولوژی کنه. اما قبل از ادامه دادن راجع به مسیر این کارخونه پارس الکتریک لازمه که یه معرفی کوتاه از بنیانگذار این شرکت داشته باشیم. محمد تقی برخوردار متولد 1303 خورشیدی در یزد یکی از بزرگترین صنعتگران تاریخ ایران به حساب میاد. کسی که از نوجوانی در بازار یزد و بعد تهران بزرگ شد و اصول تجارت رو پشت دخل مغازه‌ها گام به گام یاد گرفت. کارش رو با یه حجره کوچیک تو بازار تهران آغاز کرد، اما خیلی زود رویای ساختن و تولید لوازم برقی رو تو سرش پرورش داد. اولین گامش کارخانه باتریسازی قوه پارس بود، ولی نقطه اوج فعالیت‌هاش تو سال 1341 رقم خورد. وقتی با همکاری شرکت‌های بزرگ دنیا مثل گروندیک و توشیبا شرکت پارس الکتریک رو تأسیس کرد. اون یه باور بزرگ داشت، اینکه ایران از یک کشور صرفاً مصرف کننده و وارد کننده به تولید کننده تکنولوژی تبدیل بشه. آموزش عامل اصلی در رشد سرمایه‌داری نبوده. سرمایه‌دارای دوره پهلوی، آقای برخوردار اصلا کارآفرین خیلی موفقی بوده، ولی آموزش دانشگاهی ندیده. آقای برخوردار کسی بود که صدها مهندس و کارگر رو آموزش داد و خطوط تولید مدرن راه اندازی کرد و تونست یکی از بزرگترین شبکه‌های صنعتی خصوصی تاریخ ایران رو بنا کنه. شرکت پارس الکتریک از همون ابتدا با یه استراتژی هوشمندانه شروع کرد، یعنی همکاری با غول‌های تکنولوژی جهان. یعنی در واقع در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی همکاری با گروندیک و توشیبا باعث شد ایران وارد جریان جهانی تولید لوازم صوتی و تصویری بشه. پارس الکتریک تنها چند سال پس از تأسیس تونست اولین تلویزیون‌هاش رو تولید کنه. تلویزیون‌های سیاه و سفید که روشون برای اولین بار به جای نام یک برند خارجی نام پارس نقش بسته بود. تولیدات پارس الکتریک فقط به تلویزیون‌های سیاه و سفید محدود نبود، بلکه رادیو، ضبط صوت و بعدتر تلویزیون‌های رنگی هم اومد. پارس الکتریک اونقدر رشد کرده بود که نامش به عنوان یک قدرت صنعتی در کنار برندهایی مثل ارج، کفش ملی و ایران ناسیونال قرار می گرفت و چرخ اقتصاد و صنعت ایران رو به حرکت درآورده بود. در واقع باید اینجوری بگیم که آقای برخوردار فقط یک کارخونه نساخت، بلکه یک گروه صنعتی عظیم رو شکل داد، یعنی ساخت یک امپراتوری بزرگ در ایران. منظور از امپراتوری بزرگ اینه که علاوه بر پارس الکتریک، شرکت قوه پارس که باتری تولید میکرد، پارس خزر که تولید کننده لوازم خانگی بود، پارس شها که وسایل مربوط به روشنایی تولید میکرد و همچنین پارس توشیبا و چندین شرکت دیگه همه زیر مجموعه امپراتوری پارس الکتریک بودن.
در مجموع این گروه صنعتی برای بیش از 8000 نفر شغل ایجاد کرد. عددی شگفت‌انگیز برای ایران دهه‌های 40 و 50 خورشیدی که آمار فوق‌العاده عالی برای بازار کار اون زمان ایران بود. حاجی برخوردار تلویزیون وارد میکرد. گفتم حاجی بیا تلویزیون بساز، پولش هم که تو داری، همین الان بازار دستته، ما یک حمایت گمرکی از تو خواهیم کرد. و رفت و صنعت آورد. در ظرف چند ماه میلیون زد. در هیچ دوره اینقدر صنعت نو ایجاد نشد. این مجموعه بزرگ تا قبل انقلاب 57 به خوبی و با قدرت ادامه میداد و مسیری رو به جلو و رو به پیشرفت رو طی می‌کرد. اما داستان این غول صنعتی در سال 1357 به چرخشی تلخ و نزولی تبدیل شد. پس از انقلاب قانونی به نام قانون حفاظت و توسعه صنایع تصویب شد که بر اساس اون اموال 51 خانواده صنعتی مصادره شد. یکی از این 51 شرکت هم متاسفانه پارس الکتریک بود که خیلی راحت مصادره شد و همونطور که گفتیم به سمت سراشیبی نزول رفت و به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد. طوری که حتی بنیانگذار کارخونه که خودش این کارخونه رو ساخته بود دیگه حتی اجازه ورود به اون رو هم نداشت. این یعنی آغاز دوره‌ای که نوسازی خطوط تولید متوقف شد، همکاری‌های بین‌المللی محدود شد، واردات قطعات سخت شد و مدیریت دولتی ناکارآمد جای مدیریت خصوصی رو گرفت. تو همین مقطع زمانی هم بود که رقابت جهانی با ورود تلویزیون‌های ژاپنی و بعد کره‌ای بسیار سنگین‌تر هم شد. در دهه‌های بعد یعنی 60 و 70 خورشیدی پارس الکتریک هنوز فعال بود، اما دیگه یک کارخونه عظیم مثل دهه 50 نبود و تعداد کارمنداش روز به روز کاهش پیدا می‌کرد. و بعدتر هم بازار ایران توسط برندهایی مثل سامسونگ، سونی و البته LG تسخیر شد. البته برخلاف برندهایی مثل ارج یا کفش ملی که قبلا کلیپ‌هاشون رو ساختیم و داخل جو جادویی میتونید تماشا کنید، برندهایی بودن که کامل تعطیل شدن. اما پارس الکتریک هنوز به شکل رسمی فعاله و تو حوزه تلویزیون‌های LED، تلفن و تجهیزات الکترونیکی فعالیت میکنه. اما فعالیتی که انگار فقط روی کاغذ وجود داره و هیچ کس پارس الکتریک رو دیگه با عظمت دهه‌های 40 و 50 خورشیدی نمیشناسه. در واقع این برند حالا بیشتر شبیه یه یادگاری تاریخیه تا یه قدرت صنعتی. وقتی این کتاب رو میخوندم خداییش گریم گرفت. اون جایی که نماینده بخش خصوصی در سال 58 همین آقای برخوردار بوده. ایشون ایران رو ترک نکرده. پیرمرد دنبال و به آلزایمر، خوشا به حالش که به آلزایمر و نفهمید چی به انبارش آورد. شما الان خیابون آزادی برید یه مسجد درست کردن، به این خطی‌ها دادن، یکی به اون خطی‌ها دادن، کلی نابود کرد. ایشون میگه برید تحقیق کنید، اگه دیدید این از اموال مال ماست 10% ما رو این اموال رو به ما بدید، ما اداره کنیم، 90% شما می‌نویسیم برای دولت جمهوری اسلامی و ما رو 80 ضربه شلاق بزنید. مرحوم بازرگان تو اون جلسه رئیس جلسه بوده، میگه برای چی شلاق بزنید؟ میگه برای اینکه ما دیگه غلط کنیم تو این مملکت کارخونه بسازیم. حالا بعد از گذشت سالها یه نکته رو نمیشه فراموش یا انکارش کرد، اینکه پارس الکتریک یعنی یه برند مختص مردم ایران، چیزی که برای نسل‌های قدیمی ایران نماد تلویزیون‌های سیاه‌وسفید تو خونه پدربزرگا بود، ضبط صوت‌هایی که نوار کاست می‌خورد یا صدای عوض کردن کانال‌ها و تصاویر برفکی برنامه‌های کودک که هزاران کودک رو پای تلویزیون‌های سیاه‌وسفید دور هم جمع می‌کرد. بهتره بگیم پارس الکتریک یعنی اولین تلویزیون ساخت ایران و کلی خاطره از دوران خوب قدیم، دوره‌ای که در اون ایران باور داشت میتونه خودش بسازه، خودش تولید کنه و خودش آینده صنعتیش رو رقم بزنه. اما مثل خیلی از رویاهای صنعتی این سرزمین ایران، این داستان هم پایان تلخی داشت. تلخ یعنی اینکه خود آقای برخوردار تلاش‌های ناموفق زیادی
برای بازپسگیری اموالش داشت و حتی در جلسه‌ای با حضور مهدی بازرگان پرسیده بود مگه ما چه گناهی کردیم که تعداد زیادی کارگر تعلیم دادیم، تعدادی مهندس استخدام و مشغول کار کردیم، اما حالا نتیجه سقوط برند پارس الکتریکه. سرانجام هم ایشون در 4 مرداد ماه سال 1390 از دنیا رفت و در بهشت زهرا تهران آرام گرفت. سپاس که تا پایان این روایت همراه ما بودین و لطفاً نظراتتون رو برامون بنویسید. فراموش هم نکنید که ما فقط اینجاییم که بگیم دوستتون داریم.